تو ویدیو امروز میخوایم توضیح بدیم که چنانچه مکانیزم ماشه فعال بشه توی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای اقتصاد ایران چه اتفاقی میفته. خب این اولین باری نیستش که میخواد مکانیزم ماشه علیه ایران فعال بشه. توی سالهای 91 و 97 اقتصاد ایران به طور گسترده تحریم شد و حالا ما میخوایم نگاه بکنیم ببینیم در اون دوران و در این دو بازه چه اتفاقی برای اقتصاد ایران و به ویژه برای قیمت طلا افتاد، چون میدونیم که احتمالاً این بار هم همین اتفاق تکرار بشه. خب تو سال 91 به بحث اینکه خبر تحریم‌های بین‌المللی منتشر شد، قیمت دلار 10 تا 30% افزایش پیدا کرد. 6 ماه بعدش 50% و فقط 1 سال طول کشید تا قیمت دلار دقیقاً 2 برابر بشه. سال 97 هم دوباره همین اتفاق افتاد. به محض اینکه خبر تحریم ها منتشر شد، قیمت دلار 30% افزایش پیدا کرد و 1 سال بعدش قیمت دلار 250% افزایش پیدا کرده بود. حالا اگه قدرت‌های اروپایی دوباره تصمیم بگیرن که مکانیزم ماشه رو فعال بکنن، همون اتفاقات دوباره تکرار میشه و در یک چشم هم زدن همه تحریم ها برمیگرده، درآمد دلاری کشور کاهش پیدا میکنه و به همین علت قیمت دلار به سمت بالا جهش میکنه. پیشنهاد ویژه واسه مردم ایران این هستش که ثروت خودشون رو از این فاجعه نجات بدن، دلار یا یورو خریداری بکنن یا در بهترین حالت سرمایه‌شون رو به طلا و نقره تبدیل بکنن که هم امن‌تر هستش و هم در طول دوران ارزششون افزایش پیدا میکنن. نکته دیگه‌ای که حائز اهمیت هستش در این شرایط اینه که ما بدون تحریم ها هم سال دیگه بیش از 40% تورم خواهیم داشت. یعنی در بهترین حالت حتی اگه مکانیزم ماشه فعال نشه، 40% تورم دلار دیگه امکان نداره تا سال آینده زیر 100,000 تومان باقی بمونه. من همیشه سعی میکنم که اخبار اقتصادی رو در این کانال منتشر بکنم و شما و خودم رو آپدیت نگه دارم. چنانچه بخواید که ویدیوها به موقع به دستتون برسه کانال رو دنبال بکنید. این برای من حمایت و دلگرمی بزرگی هم هستش. ممنونم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.